نشست شورای امنیت سازمان ملل پیرامون افغانستان شب گذشته پشت درهای بسته برگزار شد. سخنگوی سازمان ملل در این نشست خبری میگوید معاون دبیرکل این سازمان در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد نشست نماینده‌های ویژه کشورها که چند قبل در دوحه برگزار شده بود جزئیات ارائه کرده است. استیفن دوجارک همچنان تاکید می‌کند که گفتگوها برای تعیین نماینده ویژه ادامه دارد. بامداد امروز معاون دبیرکل ملل متحد در امور صلح و سیاسی در نشست پشت درهای بسته شورای امنیت جزئیات ارائه کرد. او درباره نشست نماینده‌های ویژه که چند روز پیش از سوی دبیرکل ملل متحد برگزار شد جزئیات تازه ارائه کرد. امارت اسلامی اما میگوید نشست شورای امنیت در مورد افغانستان نتایج ملموس نداشته و باید روی موضوعات گام برداشته شود که به سود مردم افغانستان باشد. حکومت سرپرست پیش از این نیز تعیین نماینده تازه را غیر ضروری خوانده است. نشست شورای امنیت به نظر ما کدام نتیجه ملموسی نداشته و موضوعات مهمی که باید در مورد افغانستان سر بحث میشد و نه بحث شده و نه هم کدام فیصله صورت گرفته. موضوع بر اساس شناختن افغانستان مهم است. سپردن کرسی در سازمان ملل برای افغانستان مهم است. همچنان رفع تحریم ها و همچنان رهایی پول افغانستان که غصب است هنوز و مسدود است. این گام‌های مهم است که بالای افغان‌ها مستقیما اثرگذار است. از سوی هم نماینده‌های 11 کشور در بیانیه مشترک پیش از برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد بر تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و همچنین تشکیل حکومت فراگیر تاکید کرده‌اند. صلح پایدار، ثبات و توسعه در افغانستان زمان به دست خواهد آمد که یک روند فراگیر سیاسی ایجاد گردد، حاکمیت قانون و حقوق بشر مردم افغانستان رعایت گردد، یک روندی که در چارچوب آن حقوق زنان و دختران به صورت تام احترام گردد و صدای تمام افغان‌ها شنیده شود. امارت اسلامی اما میگوید که حقوق همه شهروندان در کشور تامین است و نباید از این موضوع به عنوان اعمال فشار از سوی برخی کشورها استفاده شود. امارت اسلامی افغانستان حقوق خانما و اعتبار خود را می‌دهد و یک مکلفیت شرعی می‌داند و در عرصه دومی که خواهرای ما زندگیشان حفظ است، عفتشان حفظ است، اموالشان حفظ است، دسترسی به محاکم را دارند و هیچ گونه مشکلی ما نمی‌بینیم. و این موضوع در نشست‌ها همیشه من حیث یک بهانه استفاده میشه و بالایش فوکس میشه که گویا یگانه مشکل در افغانستان همین موضوع است. با این حال مقام‌های امارت اسلامی پیش از این گفتند در صورتی که در نشست‌های آینده خواست‌های امارت اسلامی از سوی ملل متحد و کشورها پذیرفته شود، حکومت سرپرست به نمایندگی از افغانستان سهم خواهد گرفت.